تا حالا به این فکر کردی چرا بعضیا حتی توی شرایط سختم موفقن؟ راز اونا چیه؟ چیزی که باعث میشه توی سخت‌ترین شرایطم لبخند بزنن و به جلو برن. تفکر مثبته. تفکر مثبت به این معنی نیست که همه چیز همیشه عالیه، بلکه یعنی وقتی با چالش‌ها روبرو میشی، به جای تمرکز روی مشکلات، تمرکز می‌کنی روی راه حل‌داری. یعنی دیدن نیمه پل لیوان، حتی وقتی همه چیز سخت به نظر میرسه. تحقیقات نشون دادن که تفکر مثبت نه تنها روی احساسات ما تاثیر میذاره، بلکه روی سلامت جسمی و ذهنیمون هم اثرگذار میتونه باشه. وقتی مثبت فکر میکنیم، استرس کمتری داریم، انگیزمون بیشتر میشه به خودمون و تواناییمون بیشتر اعتماد داریم، روابطمون بهتر میشه و حتی ممکنه تاثیرات مثبت روی سلامت جسمیمون بذاریم. چطور تفکر مثبت رو تمرین کنیم؟ حالا که فهمیدیم تفکر مثبت چقدر میتونه به ما کمک کنه، بیایید روش‌هایی برای تمرین اون پیدا کنیم. اولین قدم، تمرین شکرگزاری. هر روز 3 چیز که بابتشون قدردان هستی رو بنویس. این کار بهت کمک میکنه به جای تمرکز روی کمبودها، روی داشته‌هات تمرکز کنی. چالش 9، گفتن به افکار منفی. وقتی یه فکر منفی به ذهنت میاد، فوراً از خودت بپرس آیا این فکر واقعیه و بعدش اون رو با یک فکر مثبت جایگزین کن. استفاده از جملات تأکیدی، جملاتی مثل من میتوانم، من شایسته موفقیت هستم و هر روز بهتر میشوم. این جملات رو هر روز با صدای بلند بگو. احاطه کردن خود با افراد مثبت. آدم‌های اطرافت تأثیر زیادی روی تو دارن. سعی کن با کسانی باشی که به تو انرژی مثبت میدهند. یادت باشه تفکر مثبت یک عادت است که با تمرین روزانه میتونی در خودت ایجاد کنی. امروز فقط برای 1 روز سعی کن هر فکر منفی رو با یک فکر مثبت جایگزین کنی. قول میدم که تأثیرش رو خواهی دید. پس شروع کن و یک ذهن مثبت بساز.